میخواستم گفتگوی امشب رو با این شروع کنم که بیان حقیقت و واقعیت مشکل آفرین است ولی بسیار ضروری است. دو تا مثال خدمتتون میزنم. اگر شما درباره رضا شاه یک کار مثبتی رو بازگو کنین، بلافاصله مورد سرزنش مخالفین او واقع میشه. حالا اگه برعکس یک کار نادرست محمد رضا شاه رو بیان کنین، باز دوباره مورد حمله و دشنام سلطنت طلب ها واقع میشین. یعنی اینجا مسئله تحمل دگراندیش نیست، اینجا عدم توانایی قبول حقیقت یا پذیرش حقیقت و واقعیت. این یکی از مشکلات ماست. یعنی اگر کسی با ما هم باور نیست، بلافاصله دشمنه، باید بهش حمله کرد و برچسب زد. در مورد حرکت بیان یک حرکت مثبت رضا شاه 25 سال پیش در کارج رالنز یک صحبتی داشتم در مورد تاریخچه سیاسی نفت در ایران تا انقلاب 1357. یعنی داریم در مورد نیم قرن صحبت میکنیم. همینطوری که این مسیر رو طی کردیم که نفت چه مسیری رو گذرون، رسیدیم به دوران رضا شاه و لایحه الحاقی 1933 و من داشتم میگفتم که چه کسانی در این قرارداد سهیم بودم در نوشتنش و گفتم در ضمن وزیر دادگستری داور که در این مسئله بود، دادگستری یکی از کارهای مثبتیه که در اون زمان انجام شد. بلافاصله یکی از حضار در مخالفت با این گفته من که دارم از رضا شاه تعریف میکنم جلسه رو ترک کرد. خب ببینین، اینی که دادگستری توی زمان رضا شاه، دادگستری مدرن به وجود اومده، این یه سند تاریخیه، نه تعریف از رضا شاه است نه چیز دیگری، ولی ما تحمل پذیرشش رو نداریم. حالا یه چیز منفی یا نادرست درباره محمد رضا شاه که بعد میتونین باز از من ایراد بگیرین و اون این که برپایی حزب رستاخیز. نمیدونم تا چه اندازه با این پدیده آشنا هستین، ولی فکر کنم دو سه تا چیز جدید هم امروز در مورد به خاطرتون بیاد اگر احیانا یادتون رفته. محمد رضا شاه با سیستم تک حزبی مخالف بود. در ایران سیستم دو حزبی داشتیم و شاه به اپوزیسیون اطمینان میداد که ما هیچ وقت سیستم تک حزبی نخواهیم داشت و در ضمن در کتابی که اون زمان نوشته بود، مأموریت برای وطنم، میگه که اگر من یک دیکتاتور بودم به جای یک پادشاه مشروطه مانند هیتلر یا کشورهای سوسیالیست کمونیست، یک حزب واحد مسلط رو رهبری میکرد. پس همه میدونیم که اعلیحضرت با سیستم تک حزبی موافق نبودن، ولی در اسفند 1353 شاه دستور تشکیل حزب رستاخیز رو میده. احزاب و سندیکاهای مجاز کشور درش ادغام. جالب اینجاست که پیوستن و عضویت در حزب رستاخیز اجباری اعلام میشه و اعلیحضرت یک سخنرانی میکنن. میخوام جملات خود ایشون رو بگم. ایشون میگن که
هر کسی باید جزو این حزب بشود، تکلیف خود را روشن کند، اگر نشد از ایران بیرون برود. اگر نخواستند بیرون بروند جایشان زندان است. دولت اعلام میکنه که عضو حزب نمیشوند براشون گذرنامه میگیریم که ایران رو ترک کنن. میخوام یه واژه‌ای رو با هم دیگه مرور کنیم. لغتی به انگلیسی هست میگه اپیفنی. میدونم که لغت روزمره نیست، بعضیامون نشنیدیم یا باهاش آشنا نیستیم. اپیفنی به انگلیسی is an experience of sudden and striking realization. به فارسی هست تجلی روشن و شفاف شدن. ولی اپیفنی یه خود از این قوی تره، برای اینکه اپیفنی باعث یک دگرگونی اندیشه و دید و برداشته. خب اگه شما اندیشه و دید و برداشتون تغییر کنه، راه و روشتون هم تغییر میکنه. چرا من اینجا دارم در مورد اپیفنی صحبت میکنم؟ برای اینکه نحوه اعلام حزب رستاخیز یه چنین پدیده‌ای بود، یعنی یه دگرگونی در عده زیادی به وجود آورد. نحوه اعلام حزب رستاخیز تا اون روز یه عده زیادی از آزادیخواهان و مبارزان دنبال انقلاب و سرنگونی نبودن. میخواستن که قانون اساسی، میگم همه نبودن، خب کسانی که جنگ مسلح نمی‌کردن بودن، ولی اکثریت کسانی بود که دنبال اجرای قانون اساسی بودن، خواستار منشور حقوق بشر در ایران بودن. ولی این نحوه برخورد با مردم رو تندرو و افراطی کرد، یعنی این مبارزه ها را، و پرتابشون کرد به یک صحنه مبارزه قهرآمیز. یادمه که یه دونه از ساین ها، از این شعارهایی که اون موقع به وجود اومد در این عکس العمل به این رفتار شاه، میگفتش که چرا ملت که صاحب سرزمین است برود، رفتن شاه آسان‌تر و ارزان‌تر است. در حال نمیخوام زیاد اینو لفتش بدم، ولی میخوام خاطر جمع باشم که همه اینو درک میکنن که این نحوه رفتار یک مقداری غیر عادی بود که یا عضو حزب شو یا بذار برو، یا اگه نمیخوای بری می‌ذاریم زندان. یه مقداری توهین‌آمیز و ناچیز شمردن ملت ایران. هزاران ایرانی که مبارزه می‌کردن، من مصمم شدم که همه چی رو بذارم کنار و برم برای این مسئله. سازمان مدافعان آزادی رو دوباره سازی کردم و مشغول مبارزه شدم، یعنی شدم فول تایم رولوشنری، برعکسی که دوستا که اینجا هست من بهش میگم پارت تایم رولوشنری. و میخوام خدمتون بگم که اعلیحضرت در یک مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران خارجی چی گفتن. یه خبرنگاری، شاه داشت از ایران میرفت بره الجزیره برای یه قراردادی، یکی از خبرنگارهای خارجی ازش راجع به نحوه برخورد شاه با مردم در مورد رستاخیز سوال کرد. بعد شاه یهویی عصبانی شد. این جملات شاست: freedom of thought, democracy, freedom. What do all these words mean? I don't want any part of them. این دیگه حرف من نیست، حرف حضرت. و اما برای اینکه شما به مسائلی که چیزایی که من بیان میکنم بر اساس سند و تاریخ، میخوام یک سند رسمی آمریکا رو براتون بازگو کنم. داریم درباره 1975 صحبت میکنیم، یعنی
اوج دوستی و نزدیکی آمریکا و شاه. یعنی اصلا شکی وجود نداره که هر چی شاه میخواست آمریکا براش به وجود می آورد و البته شاه هم اینو پاسخ میداد. این سند مال Foreign Relations of the United States Volume 27 Tehran March 4 1975 number 1152Z subject Iranian resurgence created by Shah و این چند خطی که فکر کردم خیلی مهمه. All Iranians are expected to express allegiance to the new party or risking viewed as opponents of Shah and even traitors who should leave Iran or go to prison. این دیگه سند رسمی کشور آمریکا. 4 سال پس از تشکیل حزب رستاخیز سلطنت سقوط کرد. برای کسانی که درباره این موضوع قبلا فکر نکردن میخوام بگم که این دوتا به همدیگه یک کانکشنی دارن، یه ربطی دارن. حزب رستاخیز بی ربط نیست به این مسئله. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ که در تبعید نوشت در این مورد حزب رستاخیز، میخوام براتون بگم چی میگن خود ایشون، چون من گفتم یکی از کارهای نادرست شاه با تایید خود شاه دارم میگم. شاه می نویسد یکی از اشتباهات من تشکیل حزب رستاخیز بود. این تجربه با ناکامی روبرو شد. برای اینکه اطمینان کنین که این ساختگی نیست، این از کتاب پاسخ به تاریخ که به فارسی ترجمه شده هست. حالا براتون از نوشته به انگلیسی، چون کتاب به انگلیسی نوشته شده بود، میخونم. هست Answer to History صفحه 124. شاه می نویسه The Resurgence Party would foster the convergence of many essential goals which we were then pursuing through government channels. However, experience was to show that the creation of this party was an error. اینم فارسی و انگلیسی نوشته علا هست.